بسم الله الرحمن الرحیم. همکنون رهبر معظم انقلاب رأس ساعت 8 صبح و با آغاز رسمی فرایند رأیگیری در 14مین انتخابات ریاست جمهوری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه وارد شدند تا پس از طی مراحل احراز هویت که طبق قانون انجام خواهد شد رأیشون رو در داخل صندوق خواهند انداخت. احراز هویت در این مرحله از انتخابات کاملا الکترونیکی است، اما تعرفه رأیی که در اختیار واجدین شرایط رأی دادن قرار خواهد گرفت یک تعرفه رأی کاغذی است و رأی دهندگان نام نامزد مورد نظرشون رو در برگه تعرفه رأی خواهند نوشت و در صندوق خواهند انداخت. جا دارد که در این لحظات یاد و خاطره شهدای خدمت به ویژه رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی رو گرامی بداریم و همچنین یاد و خاطره امام راحل عظیم الشأن رو و به روح پرفتوح امام شهدا و همه شهدای انقلاب اسلامی درود و صلواتی هدیه کنیم. امروز در سراسر ایران بیش از 500 خبرنگار از 150 رسانه خارجی مقیم و غیر مقیم وابسته به 31 کشور جهان با حضور در ایران انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری رو پوشش خواهند داد. همچنین همزمان با ایران در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها نیز فرایند اخذ رأی از ایرانیان خارج از کشور آغاز خواهد شد. تا لحظات دیگر رهبر معظم انقلاب در نخستین دقایق آغاز رأیگیری رأیشون رو در داخل صندوق سیار 110 خواهند انداخت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر مبارک رهبر معظم معزز و فرزانه انقلاب اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. صبح حضرت مستطاب عالی به خیر و نیکی انشالله و قرینی به صحت و سلامت و عافیت. یاد شهدای خدمت به ویژه رئیس جمهور شهید رئیسی عزیز رو که امروز به دلیل فقدان ایشان 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار می‌کنیم گرامی می‌داریم. حضرت عالی در روز 14 خرداد از حماسه انتخابات سخن گفتید و در روز عید سعید قدیر خم بر موضوع افزایش مشارکت و مشارکت حداکثری برای سرافرازی ایران و ایران قوی سخن گفتید و بر این موضوع تأکید فرمودید. اکنون که در دقایق ابتدایی فرآیند رأیگیری در 14مین انتخابات ریاست جمهوری هستیم، با توجه به جایگاه و نقش بی‌بدیل رئیس جمهور در اقتدار و پیشرفت کشور، آخرین توصیه حضرت عالی برای کسانی که هنوز برای حضور در انتخابات مردد هستند و یا تصمیم قطعی نگرفتند چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای ملت عزیزمون از خداوند متعال بهترین روزها و سالها و بالاترین برکاتش رو مسئلت میکنم. روز انتخابات برای ما ایرانی ها روز نشاط و شادی است. به خصوص اون وقتی که انتخابات برای گزینش رئیس جمهوره که چند سال آینده کشور با این انتخاب مردم تعیین میشه. لکن یه موضوع به نظر من مهمی در کنار این هست و اون حضور پرشور مردم و افزایش و کثرت رأی دهندگانه. این برای جمهوری اسلامی یک نیاز قطعی است. جمهوری اسلامی اسمش یعنی کلمه جمهوری حاکی از این است که در ذات این نظام حضور مردم لحاظ شده. بنابراین دوام جمهوری اسلامی و قوام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی و آبروی جمهوری اسلامی در دنیا متوقف به حضور مردم. برای همینه که ما توصیه میکنیم مردم عزیزمون مسئله رأی دادن را، حضور
در این آزمون مهم سیاسی رو جدی بگیرند و شرکت کنند و اینی که شما میگید بعضی مرددن، من وجهی برای تردید پیدا نمی کنم. این کار آسانی است که نتایج مهمی داره. چرا انسان برای انجام یک کاری که خرجی نداره، زحمتی نداره، مایه‌ای نداره، وقتگیری نداره، فشاری نداره، ولی فواید زیادی داره، انسان چرا باید تردید داشته باشه؟ تردید نکنه. به خصوص با توجه به همین نکته‌ای که من اشاره کردم و اون اینکه جمهوری اسلامی قوامش به حضور مردمه و برای اثبات صحت و صداقت نظام جمهوری اسلامی حضور مردم یه امر لازم و واجبی است. امیدوارم انشاءالله خدای متعال مقدر کنه برای این کشور بهترین گزینش رو و مفیدترین گزینش رو و سالهای آینده انشاءالله سالهای خوب و مطلوبی باشه، مردم از گزینش خودشون راضی باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ. خدا حافظ. خیلی متشکریم از رهبر معظم انقلاب و بیانات ارزشمندی که فرمودند و تشکر میکنیم از حضور همه خبرنگارانی که در حسینیه حضرت امام خمینی حضور دارند و لحظات اخذ رأی از رهبر معظم انقلاب رو در حسینیه ثبت و ضبط کردند و در رسانه‌های خودشون پوشش دادند. برای سلامتی رهبر معظم انقلاب و همه خدمتگزاران ایران اسلامی دعا می‌کنیم و آرزوی توفیق داریم برای همه خدمتگزارانی که در 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخاب خواهند شد تا برای اقتدار و پیشرفت ایران فعالیت کنند. خیلی متشکرم از همراهی شما با این لحظات در حسینیه امام خمینی.